روزی که راه دوشنبه چناق را برای تشکیل چهاربینی طمایف بستند، گلچهره رحیمه و همراه پسر معیوبش از پنجکن برای طبابت گرفتن به پایتخت می آمد. وی در منطقه هوشیاری دره ورزاب درمان نمیدانست که چرا راه بسته است. عصبانی هم شدم، از ماشین پایان شدم. دو سه کس رو میپرسم، حتی راننده که هر روز در این راه هستن، از طرف سبب چی باشد که راه رو بستن. و ما خیلی انتظاری کشیدیم تا امکانی که بود از آب و دارو و دیگر چیزا استفاده بردیم که سعی بودم با کمک کنیم. خلاص یک وضعیتی در نظر من خیلی طولانی بود. هرچند یک سال زیادتر آنجا مادر بودیم، در نظر من مثل یک سال چون مادر هستم، اذیتی فرزندم برای من خیلی مشکل بود. پسر 26 ساله گلچهره آموس مغز سر دارد و دست و پای راستش از کار ماندند. به گفته گلچهره ساعتی که در راه درماندن وضع پسرش بدتر شد و افسود اگر میدانست که راه را میبندند آن روز به راه نمیبرآمد. پایگاه بلاگر اصحاب طمایف روز 19 اکتبر در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. یک قسم چهاربینی دیگر که به خاطر این بلاگر تشکیل شده بود در حدود کول دوشنبه در مسیر دوشنبه چناق صورت گرفت. به خاطر همین چهاربینی راه بسته شد. استقبال از اصحاب طمایف در دوشنبه همانا ادامه دارد. او را به طربخانه و مغازه ها دعوت و مهمانداری میکنند. دعوت طمایف به تاجیکستان به خاطر تشکیل پایگاه بود یا تبلیغ امکانات سیاحی کشور و مال و خدمت رسانی ها در پایتخت. آمدن نمیدونم که یک بلاگر خارجی که دیگه مخاطبش خیلی زیاد هستند برای خود مردم تاجیک اصلا هیچ، ما اون تشویق میکنیم که ما هم دیگه جزو مخاطب اون شویم، جزو پیگردهای بلاگ اون شویم. یعنی که برای خود تاجیکستان، خود مردم تاجیکستان همون شخصیت هیچ معنی ندارد، چون ما تا آمدن اون شاید که او را نشناسیم. چند جوان هستن که در صفحه نمیدونم که شبکه‌های اجتماعی بار دیدن یا نمیدونم که پیروی میکنن یا که میبینن او را، اما برای اکثر مردم اصلا از اهمیت خالی است، هیچ معنی ندارد. ما بیشتر او را تشویق میکنیم. حالا تا چه اندازه وی بجز همون سپانسرانی که او را آوردن از اونا تشکر میکند و چند جمله خوبی درباره تاجیکستان میگوید و این چه رزونانس داده میتواند برای رشد تاجیکستان، برای پیشرفت تاجیکستان. اینش هم باز یک سوال دیگر است. در سالهای گذشته بلاگران و افراد شناخته دیگری روسیگی گسن گوسینوف، اسلام مخچوف و حبیب نور محمدوف به تاجیکستان آمده بودند. از آنها نیز در سطح‌های گوناگون استقبال شده بود. زیورشاه محمد میگوید که اگر هدف از دعوت بلاگران معرفی ظرفیت‌های سیاحی و اقتصادی تاجیکستان است، چرا تنها افرادی دعوت می‌شوند که در پهنای پساشوروی معروف هستند و با زبان روسی صحبت می‌کنند؟ دنیا فراتر از اون جغرافیای روسیه هست که امکانیت‌های بیشتر و فراختری دارد. حد مثال که زبان‌های انگلیسی و نمیدونم که حتی همون زبان فارسی خودمون، اما زبان فارسی رو چرا که تشویق نمی‌کنیم که اونقدر اطلاع و نمیدونم که امکانیت‌هایی که برای جوانان با زبان فارسی می‌دهند و هیچ اندازه زبان روسی داده نمیتواند. اگر که هدف شما معرفی تاجیکستان باشد، پس از همین دایره زبان روسی بیرون شوید. در دایره زبان روسی ما هر قدری که نخواهیم اون خودش تشویق و ترغیب می شود. یعنی که مخاطب روسی ما را به هر راه ما داره. گلچهره رحیمه وکی همراه پسر بیمارش در راه درمان میگوید که جدا از اذیت ساکنان، تبلیغ پایگاه ماشین ها نامقبول است.